کارفرما نقشه واحدشون که این نقشه ویلای دوبلکس هستش رو برامون ارسال کردن. خواستن یک سری اصلاحات و حالا بهبودهای ما به این نقشه بدیم. دو تا نکته داره این نقشه که من خواستم تو این ویدیو خدمتتون بگم. اولی که وقتی ما یک واحد دوبلکس داریم که عملاً یک واحد مستقل رو تشکیل میدن، این پله‌ای که این دو طبقه رو داره به هم وصل میکنه رو اگر ما بخوایم یک دیواری دورش بکشیم شبیه به باکس پله‌هایی که توی آپارتمان‌های معمولی ما قرار میدیم که هر طبقه یک واحد جدا هستن، اول اینکه زیبایی که این دیزاین پله میتونه به واحد ما بده رو داریم خرابش میکنیم با دیوار کشیدن دورش. چون واحدی که دوبلکس هستش عنصر پله توش نقش خیلی مهمی داره توی بحث حالت دکوراسیون داخلی و زیباییش. نکته بعدی این که وقتی ما این دیوارها و دری که برای این میذاریم رو در نظر میگیریم، خصوصا توی مناطق جنوب کشور مثل این پروژه که توی قشم هستش، خنک کردن فضایی که ما محصورش کردیم اون رو و فضاشو جدا کردیم با در و دیوار، در حالی که جزئی از فضای داخلی ما هستش و رفت آمد زیادی داریم، اون میشه یک معضل جداگانه که یا باید سیستم خنک کنندگی جدایی براش در نظر بگیریم یا اینکه همیشه یک اختلاف دمایی اذیت کننده‌ای با اینجا برامون به وجود بیاد. نکته بعدی تناسب فضاییه. وقتی یک واحد دوبلکس 260 متری داریم، ابعاد اتاقمون باید متناسب با این واحد 260 متری دوبلکس باشه، نه یک آپارتمان 110 متری 120 متری. اتاقایی که برای این پروژه در نظر گرفته شده که بجز یکیش که این مستره، باقی اولا 12 متری هستن. اتاق‌ها باید تناسب خوبی داشته باشن.